شبی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده بودند، در آن شب مکه را یک نور فرا گرفته بود که انگار گویا روز باشد. مرد اعرابی اما بیابانگرد این حالت را مشاهده می کند و چنین شعر می خواند که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کستید از شما آن روشنایی آسمانی را؟ کی دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را؟ زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخشش بهاران بود. بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره بر زمین ما فرود آمد. و چشم خویش دیدم ماه را از جای خود کندند، ز هر سو در بیابان عطر و مشک و بوی عود آمد. بیابان بود و من اما چه مهتاب دلارای، بیابان بود و من اما چه اخترهای زیبای. بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست، بیابان نقشها دارد که در شهر آشکارا نیست. کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران؟ ولی گل نه، ستاره بود جای گل. زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخشش بهاران بود. به شعر آن عرب مردم همه حالی عجیب دیدند، به آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کستید از شما آن روشنایی آسمانی را؟ کی دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را؟ بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره بر زمین ما فرود آمد. به چشم خویش دیدم ماه را از جای خود کندند، ز هر سو در بیابان عطر و مشک و بوی عود آمد. بیابان بود و من اما چه مهتابی دلارای، بیابان بود و من اما چه اخترهای زیبای. بیابان رازها دارد، بیابان نقشها دارد که در شهر آشکارا نیست. کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران؟ ولی گل نه، ستاره بود جای گل. زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخشش بهاران بود. روانت شادمان بادا، کجایی ای عرب ای ساربان پیر صحرایی؟ کجایی ای بیابانگرد روشنرای بطحایی که اینک بر فراز چرخ بینی نام احمد را و در هر مرج بینی اوج گلبانگ محمد را؟ محمد زنده و جاوید خواهد ماند، محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. جهان نیک می داند که نام همچو نام پاک پیغمبر معین نیست و مرد زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست. زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمانی پیر، اگر بین امروز در جهان نام پیامبر نیست. اللهم صل و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل سیدنا و نبینا محمد فی الاولین و الاخرین و فی الملأ الاعلی الی یوم الدین. مولود منجی عالم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برای تمام مسلمانان روی جهان تبریک و تهنیت می‌گویم. السلام علیکم و رحمت الله.